امروز 22 مرداد ماه سال 1404 به همراه آقای دکتر لوراسبی و تیم همراهشون به آرامگاه داریوش دوم اومدیم. موقعیت این آرامگاه در مجموعه نقش رستم و دقیقاً روبروی کعبه زرتشت هست و به همراهشون وارد فضای آرامگاهی میشیم. اینجا فضای آرامگاهی داخل آرامگاه داریوش دوم هست. در مجموعه نقش رستم 4 تا آرامگاه وجود داره: خشایارشاه، داریوش اول، اردشیر اول و داریوش دوم. این آرامگاه هم داریوش دوم هست. داخل این 3 تا قبر وجود داره که شبیه آرامگاه اردشیر دوم هست. 1 دالان و 3 تا دهلیز، داخل هر دهلیز 1 قبر قرار داره. آرامگاه حدود 45 متر مربع فضا داره. روی همه قبرها یک درپوشی قرار گرفته، درپوش‌های محدب که احتمالاً از سنگ همین قسمت آرامگاه همینجا تراشیده شده و روی این قرار گرفته. خب این آرامگاه هم مثل بقیه آرامگاه‌ها مورد دستبرد قرار گرفته و احتمالاً اولین دستبرد در دوره اسکندر بوده و حالا دوره‌های بعد گوشه سنگ‌های معدبی که روی این قبرها قرار گرفته گوشه‌ها رو خرد کردن و وارد خود فضای قبور شدن و اون متعلقات و اشیایی که داخل این بوده رو به سرقت برد. مصطفی رخشندخو هستم، کارشناس ارشد حفاظت و مرمت و مسئول مجموعه نقش رستم و سرپرست کارگاهی حفاظت و مرمت این مجموعه.